با درودی دیگر باره به کاربران بینیحت گرامی رادیو آزادی، شالگل خوجا هستم چون همیشه در همین وقت در خدمت شما. حالا در پراگ ساعت 10 است، در دوشنبه ساعت 1 و ما خبرهایی داریم در دست که میخواستم تا شروع برنامه خبری برای شما در این باره صحبت کنم و بعد از 3 ساعت دیگر ما تفصیلات این خبرها و گزارش‌های دیگر رو باز هم طوری گفتم در برنامه خبری و در پخش زنده در خدمت شما قرار خواهیم داد و من امیدوارم که شما چون روزهای پیش ما رو در اینجا و در برنامه خبری هم تنها نمیگذارید. فراموش نکنید که همین گونه برنامه خبری شما در آزادی ویدیو که حالا ما رو از آنجا تماشا دارید میتوانید پیدا نمایید. خب امروز در دوشنبه رهبران کشورهای دولت‌های مشترک جلسه میگذرانند. انتظار میرود که در نشست مذکور چندین مسئله ها بررسی گردند و تا شروع خبر احتمالاً جزئیات آنها را در دست خواهیم داشت. ضمناً دیروز علی رحمان با ولادیمیر پوتین صحبت داشت و تفصیلات این گفتگو تا حال آشکار نشده است، هرچند قبل از این گفته میشد که رهبران دو کشور در اطراف مسائل حساس صحبت میکنند. خب فکر میکنم بیش از همه نتایج این گفتگو را مهاجران تاجیک در روسیه انتظار هستند که رهبران دو دولت مشکلات آنها را حل خواهند کرد یا نه. با پرزیدنت قرقیزستان با شادی علی رحمان دیروز مسئله مرزی رو مطرح کردند. این هم در حالی است که چند سال اخیر بحث‌های ساکنان نزد مرزی دو کشور بنابر علامت گذاری نشدن و مثلا زود رخ می‌دهد و با نخست وزیر ارمنستان باشد پرزیدنت تاجیکستان همکاری‌های آینده رو در بخش‌های مختلف مطرح کرده. از نیکول پاشینیان دعوت شده است که با سفر دولتی به دوشنبه بیاید. خب این مسئله هایی بود که در حوزه نشستی دیروزه در ملاقات‌های جداگانه و غیر رسمی مطرح شد. حالا انتظار می‌مانیم که در جریان جلسه امروزه چه حرف‌های تازه گفته می‌شود و کدام مسئله مهم و مبرم بررسی خواهد گشت و ما را حتما پیگیری کنید و تازه‌ترین خبرها را ما برای شما خواهیم رساند. در ولایت ختلون به سرتراشخانه ها استفاده تیغ و یا لزوی را منع کردند. در صورت استفاده شدن سرتراش ها را جریمه خواهند کرد. در برنامه امروز بار دیگر رو میاریم به وضع بهداری کاشانه های حسن و دندان پزشکی ها در تاجیکستان و همراه خواهیم دید که امسال چقدر ساکنان به وزارت تندرستی شکایت بردند و گفتند که در این نقطه ها به بیماری های سیراتی گرفتار شدند. طور معلوم سنجش سرتراشخانه ها و دندان پزشکی ها بعد آن آغاز شد که امام علی رحمان وضع بهداری این نقطه ها را به باد انتقاد کشید. مقدونیه یا مقدونیه شمالی مسئله که مخالفان و جانبداران خود را دارد و هزاران نفر ناراضی را به خیابان ها برآورده است. نخست وزیر مقدونیه از شهروندان خواست نام نو برای کشورشان را بپذیرند، در عکس حال به انزوا و بی‌ثباتی دچار میشوند. اکنون در این زمینه 2 روز بعد نظرسنجی برگزار می شود. همه مشکل سر آن است که یونان مخالف نام مقدونیه است، چون میگوید چنین نامگذاری یک نوع دعوا برای عین نام را دارد. به سبب دعوای یونان مقدونیه را به سازمان ملل با نام موقتی جمهوری مقدونیه در یوگسلاوی سابق قبول کردند. در این باره هم ما در برنامه خبری برای شما تفصیلات خواهیم داد. نه آب و راه و نه مکتب. گزارش داریم درباره یک دهه‌ای که صدها نفر در آن زندگی میکنند و اما عادی ترین شرایط را ندارند. به قبل آبشان شروع زندگیشان تلخ است. دهها کودک هم همه روز راه طولانی را از میان پختزار، سنگلاخ و حوضای آب سپری میکنند تا به مکتب برسند که در 5 مسافه کیلومتر قرار دارد. خب توصیه میدیم که این گزارش رو در برنامه خبری تماشا کنید و اگر میخواهید طفلی طلایی رو ببینید بعد 3 ساعت دیگر ما رو در این برنامه خبری همراهی کنید. این پایافزایی زنانه که میلیون ها دلار ارزش دارد صاحبش رو میجوید. همراه با شما در برنامه خبری خواهیم دید که این طفلی قیمت بها در کجا به فروش گذاشته شده است و چرا چنین نرخی به اصطلاح کیهانی دارد. خب بینندگان عزیز، روز نو شروع شده است و خبرهای زیادی هست در دست همکاران ما که بالای آنها کار میکنند تا تفصیلات بیشتر از این را به سهم شما شنونده و بیننده عزیز رادیو آزادی برسانند و من بار دیگر یادآور میشوم که بعد 3 ساعت دیگر چون هر روز برنامه خبری رادیو آزادی در پخش مستقیم تقدیم شما میگردد و شما میتوانید از این برنامه تفصیلات خبرهای روز تاجیکستان و جهان را
رو بشنوید و اگر در آزادی ویدیو یوتیوب شما ما را نتوانید در پخش مستقیم تماشا کنید، پس رو بیارید به سامانه ما www.azodi.org و یا به شبکه‌های اجتماعی بروید که اونجا رادیوی آزادی صفحه های مخصوص خود رو دارد و شما از ما میپرسید که چگونه با ما میتونید تماس بگیرید. ضمناً در www.azodi.org وقتی که وارد میشوید در بالای این صفحه رقم رادیوی آزادی گذاشته شده است. انیخترش رقم یگانه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی، وایبر، واتساپ و اینستاگرام و شما میتونید با همین طریق با ما تماس بگیرید. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر منتظر میشم.